ایرانی عزیز، شما می توانید بر کرونا پیروز شوید. ایرانی که تاریخ بزرگ، فرهنگ بزرگ، تمدن‌های بزرگ جهان را آفریده است، می تواند بر کرونا پیروز شود. ما افتخار میکنیم که با ایران هم ملت و هم فرهنگ و هم دین هستیم. ایران می تواند بر کرونا پیروز شود. مردم هم تبار و هم زبانی هم خون ایران، همدردی ما را قبول فرمایید. امید داریم که این آفتی که تمام دنیا را فرا گرفته است از همه ما دور می شود. قوی باشید، ما با شماییم. دوستان خوبم، مردم مهربان ایران، در طول تاریخ خلق فارس همیشه سربلند بود و در نزد وبای این عصر به اسم کرونا به زودی و سربلندانه رها خواهد شد. دلگیر نباشید، در خانه میمونیم. ایرانیان عزیز، ما در کنار شما هستیم. شما مردم قوی و نیرومند هستید. باوری دارم این ویروس کرونا را شکست میدهید. چو ایران نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. ایران، تو میتوانی کرونا را غالب خواهی آمد. امیدواریم پیروز میشوی. پیروز دیدن تو، سربلند دیدن تو ایران آرزوی همیشگی ماست. هنوز 1100 سال پیش سعدی بزرگ گفته است بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. همدردی خود را برای تمام مردم شرفمند همزبان ما ایران میرسانم و باوری دارم که ویروس کرونا را هرچه زودتر غلبه میکنند. ما تاجیکان و ایرانیان مشترکات زیادی فرهنگی و تاریخی داریم. ما مردم ایران را برادران و خواهران خود میدانیم. این درد هم موقتی است. این ویروس کرونا هم میگذرد. ما با شماییم ایران. قوی باشید. هموطنان عزیز، شما می توانید این ویروس کرونا را شکست دهید. درد شما درد ماست. همیشه قوی بمانید. در امتداد تاریخ انسانیت مردم شجاع و دلیر ایران لشکرهای مختلف خصم را شکست داد و پیروز و دست بالا شد و من مطمئنم که این لشکر را، لشکر کووید 19 را نیز مردم دلیر ایران شکست میدهد و سربلند دست بالا می شود. من باور دارم، ایمان میارم پیش قدرت مردم ایران. مسلط و مظفر و موفق باشید. از خلیج فارس می آید نسیم فارسی، ابر از شیراز می آید چو سیم فارسی. ما فارسی زبانان در طول تاریخ همیشه پیروز بودیم و بر این ویروس هم پیروز می شویم. سلامت باشید همزبانان عزیز. الهی پروردگارا، این برادران و خواهران همکش ما را از این کرونا ویروس در حفظ خود نگهدار. آمین و رب العالمین.